بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانی که قصد فنسکشی یا حصارکشی باغ خودشون رو دارن میتونن به نظام مهندسی کشاورزی شهرستان خودشون مراجعه کنن و دفترچه باغی برای باغ خودشون تهیه کنن. بعد از گرفتن دفترچه باغ، مدارک مالکیتیتون رو، حالا چه قولنامه باشه چه سند تکبرگ مالکیتتون که هست، به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خودتون مراجعه میکنین و یه درخواستی مبنی بر این جانب، حالا فلانی زمینی دارم واقع در فلانجا که نیاز به حفظ و حراست از باغ خودم نیاز به فنسکشی دارم، خواهشمندم دستورات لازم رو مبذول فرمایید که کارشناسان امور اراضی یه بازدیدی از زمین شما انجام میدن و بعد از پر کردن یه سری فرم هایی که امور اراضی شهرستان در اختیار شما قرار میده، حالا اون فرم چیه؟ یه تعهدنامه. تو این تعهدنامه نوشته که چنانچه باغ من به هر دلیلی از بین رفت، جهاد کشاورزی میتونه بیاد اون فصل یا حصارکشی منو برداره یا جمع کنه یا تخریبش کنه. دوستان به این نکته توجه داشته باشین. حتما حالا شما تصاویر رو دارین میبینید که یه فنسکشی رو تخریب کردن بدون مجوز، حتی فنسکشی رو انجام ندین که ضررهای مالی برای شما داشته باشه. خیلی ساده است گرفتن مجوز فنسکشی، خیلی ساده است. یعنی نیازی به این نیستش که مجوزی رو از سازمان امور اراضی یا مدیریت امور اراضی استان شما دریافت بکنید. همون توی شهرستان به شما یه مجوزی رو میدن، شما میتونید با خیال راحت برین فصل کشی خودتون رو انجام بدید. اگه سوالی بود در خدمت. ممنون.